قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی کشور بوده با وجود مشکلات زیاد و امکانیت‌های نهایت محدود اقتصادی و مالیوی سال‌های 90 عصر گذشته، حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری سرفرمانده عالی قوه مسلح مملکت گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان از روزهای نخستین تأسیس یابی به بنیاد انفراساختار نظامی تأسیس جزء تام‌های مشخص گردانیده شده و تامین آنها با تکنیک و مهمات حاضر زمان جنگی شروع نمودند. 28 سال باز این ساختار نظامی مملکت به یکی از ساختارهای پرقدرت کشور تبدیل یافته در تامین صلح و ثبات، یک پارچگی مملکت و حفظ مرز و بوم مقدس کشور نقش بسا ارزنده دارد. مردم تاجیک بخصوص ساکنان ولایت مختار کوهستان و بدخشان از تحفه بی‌نظیر اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور جناب عالی امامعلی رحمان کتاب اکادمیک بابا جان غفوروف تاجیکان برخوردار هستند و اگر شما امروز با قریب 300-400 صحیفه اول این کتاب نظر افکنید، گپ اساساً درباره پیدا شدن نشانه‌های اولین دولت و دولتداری، مرز بوم و جنگا می رود. آن روزهای بودن که نه در خزینه دولت مبلغی بود و نه از آن متاسفانه ارتش با قدرت شوروی به ما یگان میراث نگذاشته شده بود. ولی چون همیشگی در نوبت اول جناب عالی با عزم و تلاش مردم صاحب فرهنگ و صلحجوی خود در بنیاد ارتش ملی تکیه نمودند. رهبر جوان قریب خودشان مسئله تأسیس دادن ارتش ملی را نقشه ریزی کردند و بعد با ساختن آن در 3 زینه شروع نمودند. زینه یکم در آن شب روز این محافظت استقلالیت و تامین صلح و ثبات در کشور، تأسیس وزارت مدافعه و جاری نمودن عهده‌داری حربی بود. بعد زینه دوم این تأسیس دادن جزء تام‌های مخصوص ارتش ملی و مانند قواهای خشکیگرد، قواهای هوایی و مدافع ضد هوایی و بعدا می‌دانید که با چقدر ساختارهای دیگر تأسیس داده شدند. و زینه سوم این با امضا رسیدن سازشنامه صلح تاجیکان و تطبیق نمودن آن بودند. در چنین شرایط پر از مشکلات و نارسایی 20 فوریه سال 1993 اولین پراد حربی ارتش ملی دایر شد و افسران و سربازان صادق وطن با افتخار و احساس بلند وطن دوستی از آن با تنتنه گذشتند و این روز را روز ارتش ملی تاجیکستان اعلام کردند. از روز اول تأسیس یابی خود سربازان و افسران ما قرض فرزندی خود را در نزد وطن و خلق تاجیکستان صادقانه اجرا کردند و در راه با اعتدال آوردن وضعیت یعنی خاتمه جنگ و خونریزی، تامین صلح و ثبات و مبارزه بر ضد گروه اکستریمیستی و تروریستی سهمی بسا ارزشمند گذاشتند. در برآمد خود سال گذشته هنگام تجلیل 27مین سالگرد تأسیس ارتش ملی سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان قید کردند. میخواهم با افتخار ابراز نمایم که با تلاش و جان نثارهای فرزندان با ننگ و ناموس وطن ساخت کنستیتوسیونی در تاجیکستان برقرار گردیده زمینه مساعد صلح و آرامی، ثبات سیاسی و فراهم آوردن شرایط برای رشد منبعده ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات گذاشته شده بود. افسران و سربازان دلیر شجاع قوای مسلح در آن سال‌های فاجعه بار تاریخ کشورمان با مقاومت شدید نیروهای در خارج کشور تعلیم دیده خائنان و دشمنان ملت تاجیک و دیگر عملیات‌های مبارزه مخصوص قهرمانی و فداکاری نشان داده در این راه هزاران نفر جان خود را از دست دادند. ما نه تنها در روز جشن
بلکه همیشه خاطری جوانمردانی را که برای برقرار نمودن ساخت کنستیتوسیونی، پایداری صلح و ثبات، حمایت مرز و بوم وطن و حفظ زندگی آرام و آسوده ساکنان مملکت جان خود را نثار کردند پاس می‌داریم و نام نیک و کارنمایی وطن دوستان آنها را هرگز فراموش نمی‌کنیم. افسران و سربازان قوه‌های مسلح ما از بسیار امتحان و آزمایش‌های سنگین و سخت با سر بلند گذشتند و رسالت شهروندی را با شرفانه اجرا نمودند. امروز ارتش که 28 سال قبل در جای خود تأسیس داده شده بود به یک ساختار مقتدر، منظم و با اعتماد تبدیل یافته ایستاده است. در یک مدت کوتاه نائل شدن به چنین دستاوردهای نظر است البته نتیجه زحمت صادقانه هیئت افسران قوای مسلح، دستگیری مردم تاجیک و کمک و توجه بی‌واسطه پیشوای ملت و حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد. در آن دوره تامین افسران و عسکران با لباس، خوراک، انشاءات، لوازمات جنگی 90% پس قرار داشت و اگر امروز با امان رسما و امان نوارا که خصمچان عربی سالهای اول استقلالت نظر افکنیم باوری کس نمیاد که در چنین شرایط وزنین عسکران و افسران ما قرض خود را مرد و نوار اجرا کردند. سپاس بی اندازه و آن رادمردانی که در آن سالا وطن خود، پدر و مادر، خواهر خود را حفظ نمودند. خوشبختانه در دوام 28 سال انفراساختار ارتش ملی پرره از نو شد. شرایط خدمت و زندگی کلاً بهتر کرده شد. امروز بسیار قسمای عربی ما و دیدبانگاه‌های ما با یک شهرک و با یک مهمانخانه شباهت دارند. همه ما شاهد حال هستیم چهل پیشوای ملت شخصاً هنگام سفر خود از قسم عربی وزارت مدافعه در ناحیه درواز نظر کرده از جای خواب، آشخانه، انبار رزقه، مرکز سلامتی و دیگر انشاءات شخصاً از نظر گذرانده سپارش دادند که به سرباز همچون به فرزند خود مناسبت نمایید. سلامتی و رشد اما طرفه سرباز را چون وظیفه مقدس خود دانید. نارسایی شدید خوراک، لباس و نبودن شرایط معیشی امروز به خاطر فراموشی تاریخ رفته ایستاده است و بازم بهتر نمودن شرایط خدمت و زندگی عسکران و افسران همیشه تحت نظارت و غمخواری بی‌واسطه پرزیدنت کشور سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح تاجیکستان قرار دارد. باعث تحسین و آفرین است که طی سالهای آخر در یک روز اجرا نمودن نقشه سفربر نمودن جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان این خود یک نشانه وطن دوستی بی‌پایان، صداقت به دولت، ملت و پیشوا بوده. در چندین نشست‌های سطح عالی شخصاً جناب عالی این رفتار جوانان ولایت را برای همگان نمونه خوانده به آنها، به والدین و به کل مردم ولایت مختار کوهستان باشان چندین بار منتداری صمیمی خود را ارسال نمودند. حقیقتاً هم حفظ مرز بوم کشور، منفعت‌های دولت و ملت، صلح و آرامی و ثبات سیاسی، تحکیم وحدت ملی وظیفه جانی و رسالت شهروندی هر یک فرد به ناموس است. باور دارم توسط وسایل اخبار شما از قبول قانون نو درباره عهدهداران حربی و خدمت عربی درک دارید که به قانون موجوده یک قطار تغییرات وارد کرده شده به آن جوانانی که در صف ارتش ملی ادای خدمت کردند یک قطار امتیازات پیش بینی کرده شد. ضمن به وظیفه مسئول دولتی قبول نمودن جوانان ادای خدمت عربی در قوای مسلح همچون صفت اساسی و مثبت خصلت‌نامه آنها به نظر گرفته می شود.
ارتش ملی با زمان که مکتب شجاعت و مردانگی است، آن به یک مخزن صاحب کسب و هنر شدن و با این وسیله آماده شدن و حیات بعد خدمت مکان آموختن تاریخ و فرهنگ خلق خود تبدیل یافته ایستاده است. قانون مذکور این چنین حالت‌های از خدمت حربی آزاد نمودن قسمت جوانان را پررفت مشخص نموده، وارانت الटरनेटिव्ی خدمت یعنی سپردن مبلغ معین و از خدمت کوتاه گذشتن خواهشمندان را اجازت می‌دهد که این یک قدم است برای تأسیس نمودن ارتش کسبی. باعث قناعتمندی است که سالهای آخر شماره خدمتچیان حربی صاحب معلومات، فرزندان خدمتچیان دولتی و صاحبکاران در صف ارتش ملی خیلی زیاد شده است و در نزد وطن مادر اما برابر و رسالت خدمت کردن را دارند که این را سالهای پیش قریب مشاهده نمی کردیم. با حمایت وطن و مرز بوم آن مدار کردن جوانان، جلب نمودن آنها به خدمت حربی و بلند برداشتن روی وطن دوستی نوسکران، وظیفه جانی و مسئولیت شهروندی روبران مقامات اجرایی حکومت دولتی، کارمندان جماعت شهرک و رئیسان محلا عنوان کرده شد. با گفته جوالی روبران همه زینهای حکومت دولتی از اعضای حکومت و وکیلان پارلمان تا رئیسان ولایت‌ها، شهر و نوی‌ها، جماعت شهرک، تشکیلات مؤسسه، خدمتچیان دولتی و صاحبکاران باید خودشان نمونه رعایت کنستیتوسیون، قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداران عمومی حربی و خدمت حربی و اینچنین دیگر قانون‌ها باشند. در شعور یک جوان و هیئت شخصی پرورش کردن حس بلند ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و خود آگاهی و خودشناسی نیز از جمله مسائلی است که روبران همه سطح مقامات حکومت دولتی و قوای مسئله به آن مسئولیت بلند باید مناسبت کنند. روبر دولت تقاضا کردند که جوانان، افسران، سربازان باید در رویه تربیت شوند که برایشان تاریخ، زبان و فرهنگ، رسم و آیین‌های ملی و هر یک پاره خاک تاجیکستان عزیز و مقدس باشد و حفظ کردن آن را برای خود قرض فرزندی و شرف بزرگ دانند. پیشوای ملت قید کردند که وضع تغییر آمده جهان امروزه و خصوصیت استوار پیدا کردن خطرهای زمان معاصر از جمله تروریسم، اکستریسم، قاچاق سلاح و مواد مخدر، کیبرجنایت‌ها و دیگر جنایت‌های فراملی که بشریت را به تشویش آوردند ما را وادار می‌سازند که به مسئله تأمین امنیت کشورمان دقت جدی دهیم. زیرا پیروان حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی برای ناآرام ساختن جامعه و تفریق اندازی کوشش کرده برای گمراه کردن اهالی بخصوص جوانان با سازمان‌های منشده جلب کردن و از همه گونه واسطه‌ها بخصوص شبکه‌های اینترنتی استفاده می‌برند. خائنان ملت و خواجگان آنها از خارج کشور کوشش می‌کنند که جامعه ما را ناآرام سازند. مردم با فرهنگ تاجیکستان بخصوص جوانان بناموس ما این را نباید فراموش کرد و هوشیار باشند. اینچنین از وضع ناآرام سرحد دولتی و جهان معاصر یادآور شده جناب عالی مسئله تأمینات و رشد من بعده قواهای مسلح کشور را عامل اساسی پیشگیری و برطرف کردن همه گونه خطر و تهدیدهای بیرونه نام بردند. روبر دولت اشاره نمودند که تقویت اقتدار مدافع کشور و آمادگی جنگی از تیار کردن کادرهای صاحب کسب و صادق به خلق وطن خود، رویه وطن دوستی، وطن پرستی و خودشناسی و خود آگاهی خدمتچیان حربی وابستگی زشت دارد. در دوام استقلالیت در داخل و خارج کشور زیاده از 10,000 جوانان ما در مؤسسه‌های تعلیم نظامی تحصیل کردند و همچنین افسر در جزء تام‌های گوناگون قوای مسلح به وطن مادر خدمت کرده ایستادند. در برابر این عرض داشتند جناب عالی به ما ضرور است که با نظر داشت شرایط امروزه قواهای مسلح خود را از نو سازی کنیم و آنها را با تکنیک و لوازمات حربی تامین نماییم. بنابراین حکومت مملکت ما نیز من بعد برای مستحکم کردن پایه‌های مادی و تکنیکی قوای مسلح
تقویت اقتدار مدافع مملکت، بلند برداشتن قابلیت جنگی جزء نظامی و مقامات حفظ حقوق از تمام امکانات استفاده میبرد. همچنین پیشوای ملت پیوسته تاکید میکنند که حمایت امنیت دولت، صلح و آرامی و ثبات جامعه فقط وظیفه ارتش، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق نیست. در این کار نهایت مهم یعنی حفظ دولت صاحب استقلال و زندگی آرام آسوده مردم باید هر یک فرد با ننگ و ناموس و وطن دوست و وطن پرست خلق تاجیک شریک، مسئول و سهمگزار باشد. در این روند سفارش دادند که دیگر ساختار مقامات دولتی، مخصوصا مقامات اجرای حکومت دولتی، واسطه‌های اخبار عامه، شبکه‌های تلویزیون و رادیو و مؤسسه‌های علمی وظیفه دارند که وابسته به انعکاس وسیع فعالیت جزء تمام قوای مسلح، ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق و خدمت صادقانه افسران و سربازان به خلق و دولت تاجیکستان منتظم چاره‌جویی نموده در بلند برداشتن هوشیاری و زیرکی سیاسی و جوانبینی کل حوالی من جمله افسران و سربازان سهمگزار باشند. با باوری تام گفتن میتوانم که تمام دانش، تجربه، ملکه و مهارت خود را به خاطر حفظ دولتداری نوین ملت تاجیک یعنی دولت دموکراتی و حقوق بنیاد دنیوی تاجیکستان سفربر ساخته 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان که جشن بزرگ مقدس ملی ما است، انتظام نمونوی و آماده باشی بلند استقبال میگیرند. در فرجام اجازه دید اما شما و در سیمای شما تمام هیئت شخصی قوای مسلح سابقه‌داران محترم خدمت حربی را با افتخار 28مین سالگرد تأسیس قوای مسلح کشور تبریک گفته با همگان سلامتی، آسمان صاف و در راه حفظ وطن عزیزمان تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار و خلق آن برار و موفقیت آرزو نمایم. سربلند و تنصت باشید حامیان وطن. بخشیده به 28مین سالگرد تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، یک زمره افسران، کارمندان قسم‌های حربی، قدرتی و نظامی، کارمندان حفظ حقوق و خدمتیان دولتی برای خدمت صادقانه به خلق و وطن و نشان دادن فعالیت بلند کسبی، اشتراک فعالانه در کارهای جمعیتی و سیاسی با افتخارنامه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان سرفراز گردانده شدند. همزمان در این روز یک قطار راهبران اداره و مؤسسه‌ها با افتخار سالگرد تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان با مدال جشن و افتخارنامه وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در وضعیت تنتنوی قدردانی گردیدند. برنامه فرهنگی تهیه گردیده اهل فرهنگ ولایت مختار کوهستان بدخشان و هوسکاران صنعت که سرشار از سرود و ترانه‌های وطن دوستانه بود و چاره‌بینی تراوت دیگر را ضم نمودند.